نه عینک دارم، خیلی با شکل عادی مصاحبه همراه آقای مسکینیار، نه تنها همراه آقای مسکینیار، در اکثر برنامه‌های خود که من خودم می‌سازم نکتایی ندارم، یعنی بودن یا نبودن نکتایی در یک برنامه از نظر ما نمیتونن محتوا را بالا ببره. بخیر نه او را از او خاطر نمیگم، اینا شاید آماده باشه که خب یک محفل دوستانه است، میشینیم یک گپ میزنیم دیگه. ما چرا نیکتایی بپوشم با این منظور خونه میرم که مردم مرا ببینن، خب اینا میبینن بالای عادی میریم میشینیم یک نان ها میخوریم، از بالای همی خود همکاری و تا به حساب شراکت در تلویزیون با هم صحبت میداریم که البته برای همون مسئله همی لباس فرق نمیکنه، مگر از نظر خود افکار مردم که اگر مسئله جبر نمی بود اول آدم عینک میپوشید، دیگه اگر فرضاً مصاحبه قرار بود که با شما میکرد از اونجا میامد و فکری از این آمد که مصاحبه است باشه که لباس ما درست باشه چون مردم مرا میبینن. اینجا هم عینک نداره و هم فرض کنیم لباس عادی که مثل که یک نفر از خانه کش کرده آورده باشیم دیگه اومده بیرون کار دارم تو باز از اونجا بپرن یک نفر ببر این در سابق هم آمده شده. اما انتباه مردم ها برایت میگم و خود ما هم تو یک بحث یک افغان که از آقای مسکینیار شناخت دارم، شما اگر نیکتایی نمیپوشین با سرچپی از اون شاید اگر شما رو کتان روز یک نفر ببرم نیکتایی در جانتان کنه و شما بگیره که مصاحبه کنیم باز اونجا شما خواهد بکنیم که ما هر وقت نیکتایی نمیپوشیم اینجا با زور سر من نیکتایی پوشیدن و عینک در چشم زدن. اون سرچپی از اون برای مسکینیار است که او عینک باید داشته باشه و نیکتایی باید مصاحبه کنه. این از دو خاطر شما سوال میکنم چون در افکار مردم عام افغانستان در سراسر امی انتباه آمده که آقای مسکینیار ادعایشان به اون منظور هم درست باید باشه چون هم عینکایش داشته با تهدید یا آقا و هم به حساب با نوک تفنگ رو گفته که اینی چیزا رو زود بگوید. اینجا ما میگم از نظر شما در یک بخش هستیم که برای شما هم وقت دادیم که طرف شما شنیده شود و ما هم آقای مسکینیار هم میشناسم، شما هم باید یک افغان خود میدانم و مطبوعات هم آزاد است، سوالای ما هم آزاد است، شما شاید خبر باشیم جانبداری هیچ کدام میتونم در این مرحله عملی که مصاحبه میکنم خدا رو وجود دانسته صحبت میدارم. یعنی همین حالتی که مردم میبینه یک حالت ترس و جبر و قهر از دو طرف کمره بالای همین شخص حکم فرماست و لحاظا در یک ترسی آدم نشسته و مثل که یک نفر شما برده باشین به مو خواد و مو تحقیقات وقتی کمونیستا و اونجا شانده باشین و از او گپ بگیرین، همه تو یک چیز نشان چی دارین بگیرین؟ ببینید جناب خطاب اول تمام این گفتار شما بر اساس حدس و گمان است، نه بر اساس کدام سنده. ثانیاً اینکه تلویزیون امروز تلویزیون که هیچ نوع وابستگی به هیچ کدام حزب و گروه ندارد و یکی از تلویزیون‌های خصوصی که اتفاقاً بارها از جانب بعضی از جریانات مربوط به همین تنظیم‌ها علیه ما شکایت‌ها صورت گرفتن. من خودم مدت یک ماه مکمل زندانی شده بودم به اثر شکایت یکی از همین گروه‌ها. پس چطور میتونه که ما با توجه به اینکه هیچ نوع وابستگی نداشتیم به این جریانات رفته باشیم مثلا از یکی از این جریانات سیاسی دفاع کرده باشیم یا کدام وابستگی به اینا داشته باشیم؟ این یک قسمت مسئله است. قسمت دیگه چیزی که افغانستان لله الحمد فعلا یک حکومت نهادهای عدلی و قضایی ما داریم. اگر احیانا چنین کار صورت گرفته بود جناب مسکینیار میتونستن در افغانستان اینجا به وزارت داخلی افغانستان، به سارنگاری افغانستان، به محکمه افغانستان شکایت میکردن. دفتر سازمان ملل اینجا بود، اتحادیه ملی ژورنالیست‌ها هست، سفارت ایالات متحده آمریکا بود. تمام این نهادها جایایی بودن که میتونن جناب آقای مسکینیار در همون لحظات اول شکایت خود بکنن از ما و ثابت میکردن که گپ راست است. میگه او را کردیم، میگه به دفتر آقای کرزای و اونجا زیاد تلفن زدیم هیچ کس پرداخت مرا نکرد. میگه من جان شیرین است گفتیم که
گفت که نمیپری بسیار ملکی به بازخواست است. از اونجا برآمدم تو یک بازار در امریکا و استیت دیپارتمنت و محکمه بین المللی و اینا فهمیدن که خط فرستادیم و تلفن کردیم و که بررسی کنه این قضیه را. اینجا اون کارا را کردم، یک کس بازخواست نکرد و شما میدانید در افغانستان شما را همونطور که زندانی ساخته چند نفر دیگه زندانی شده یا با هزارها نفر تالی که اونا رو ما نمیشناسیم، قضیهشان همونطور لدرک خواد بود، دوسیشان گم شده، تعجیز شدن و توبیخ شدن. قانونی که 100% حکم فرما باشه در افغانستان موجود نیست. ملک فساد است و رشوت و دیگه است. شما میدانید چون یک فرد تلویزیون هستین باید انتقادی و به صورت باز و آفاقی باید نظر بیندازین بالای امور افغانستان، چون وظیفه مطبوعاتی شماست از طریق بیان آزاد که آنچه واقعیت‌های افغانستان است را بیان بدارین. او را شما میدانید افغانستان خب یک کشور قانون جنگل در اونجا به حساب حکم فرماست. من نمی‌فهم شما چطور میتونین از حکومت یا همین سیستمی که اونجا حاکم هست از او دفاع بدارین و ما قاضی طرف که میگیم ما انتقادات خود کردیم. به هر حال آقای کودامنی اینجا سوالایی که شما میکردین از آقای مسکینیار، این سوالا از یک ژورنالیست افاقی و آزاد دور است که شما اگر این سوال میکردیم که شما چرا فحش و ناسزا میگین همه را، باز ما میگفتیم که تلویزیون آزاد بی‌طرف آفاقی است. و یا امیرم اگر از اینا پرسان میکردیم که نشرات شما چی طور نشرات دارین یا فرضاً ما چی کرده میتونیم با هم در امریکا افغانا چی حال دارن، یعنی عالمی از سوالات شده میتونید با هم تعاطی نظر میکردیم. در اینجا مشخص در 11-12 دقیقه که شما ادیت کردین سوال شما نیست که از این آدم گپ بگیریم که آقای مسعود قهرمان و شهید اعلاس و فرض کنیم چرا برای آقای فهیم و آقای سیاف و آقای فرض کنیم قانونی و دیگر چرا فحش و ناسزا در گذشته گفته شده. یعنی اینجاست که شما مثل که یک وکیلی از اونا باشین و مدافع کنین از حقوقی از اونا آنچه در سابق گفته شده در تلویزیون آقای مسکینیان به این ترتیب ظهور کرده بود در مصاحبه از سر تا آخر. یا فرضاً بچه سقاو چرا گفته شد و مجید کلکانی را فرضاً مقایسه کنین با نادر خان، این چیزا بودی بیخی با کلی یک مصاحبه جانبدارانه بود که از یک آدرس میگین شما می کلمات نو پیدا کنید که از آدرسی از چند نفر شما صحبت میکنید. ببینید جناب خطاب شد به هیچ نوع از افراد مثل مجید کلکانی در برنامه نام گرفته نشدم و شناخته که شما همتان از جناب مسکینیار در اونجا دارید، ما هم خصوصا در چند روز آخر این شناخت را پیدا کردیم. حتما بینندایتان هم همین الان این قضاوت میکنن که اینا همیشه کوشش کردن از فرصت‌های مختلف یا برای مشهور شدن یا برای پول پیدا کردن استفاده میکنن و باور ما اینا میخواستن که با همین صحبتشان از بعضی از سران که در افغانستان هستن مبالغ پول دریافت بکنن. شما در این روزها این جفا را پی بردید که اینا در سفرهای قبلی هم که داشتن به افغانستان از یک تیرار همین قسمی پول گرفته بودن و این سری وقت برشان پول نرسید اونجا دوباره به خاطر از این که پیش بینندای تلویزیونشان اینا با نحو گفته های خود توجیه کرده باشن رفتن یک سری تبلیغات را برای انداختن علیه ما، در حالی که ما ژورنالیست ها در داخل افغانستان شما قبول کنیم که مظلومترین و ناتوانترین قشر هستیم که از نظر امنیتی همه شما در جریان هستیم که هیچ به اصطلاح موقع نیست که یک حادثه یک مشکل در سر راه یکی از ژورنالیست ها پیش نیاید و این را هم میتون خوب صحیح آگاهی داره و این را هم شما میفهمید که در افغانستان رسانه ها و مراتب نسبت به بیرون از افغانستان مسلکی‌تر و بهتر عمل میکنند. اینجا وزارت اطلاعات و فرهنگی وجود دارد، اتحادیه ملی ژورنالیست های وجود دارد، اینجا کمیسیون رسیدگی به تخلفات رسانه‌ای وجود دارد. اگر خدای نخواسته کوچکترین مشکل
از جانب ما سر میداد. اینا میرفتن به اتحادیه ملی جورنالیست‌ها شکایت میکردن.